با عرض سلام، این جلسه رو با مبحث برآورد فاصله‌ای نسبت جامعه شروع می‌کنم. گفته فرض کنید در بین n مشاهده جامعه‌ای آن مشاهده دارای صفت خاصی باشند. در این صورت p مساوی با a_n را نسبت آن صفت گویند. اینجا منظور اینه، مثلا فرض کنید ما میخوایم در یک کلاسی که 100 تا دانشجو داره 100 تا دانشجو داره برای افرادی که نمرشون 15 و 15 و بالا باشن یک نسبت به دست بیاریم. خب اینجا منظور از نسبت چیه؟ میگن در بین این 100 تا دانشجو چند تا دانشجو نمرشون 15 و 15 و بالاست. تعداد اونا رو میشماریم، تقسیم بر تعداد کل دانشجوها میکنیم. حاصل هرچی به دست بیاد میگن نسبت دارندگان نمره 15 و 15 و بالا. یا فرض کن در استانی خاص میخوایم برای گروه خونی اوی مثبت یک نسبت به دست بیاریم. اینجا منظور از نسبت چیه؟ میگه ببین در اون استان چند نفر دارای گروه خونی اوی مثبت هستن، تعداد این افراد را به تعداد کل جمعیت اون استان تقسیم کن، عدد حاصل میشه نسبت دارندگان گروه خونی اوی مثبت. این هم داره همین میگه دیگه، پی مساوی است با a_n. این پی را به اون میگیم نسبت آن صفت در جامعه. حالا شما چی را به عنوان جامعه در نظر گرفتی؟ کلاس، شهر، استان. خب اما اگه از اون جامعه n فرد، n کوچک اینه، n فرد را به تصادف انتخاب کنیم و سپس در بین اون n نفر برای اون ویژگی یک نسبت به دست بیاریم، اون رو میگن نسبت نمونه‌ای و با علامت پیوار نشون میدن. خب اینم توضیح بدم. میگن آقا شما که از من خواستی من در این استان برای گروه خونی اوی مثبت یک نسبت به دست بیارم، آخه سخته چون جمعیت استان زیاده، تا بخوایم تک تک افراد رو مورد آزمایش گروه خون قرار بدیم، بعد این نسبت رو به دست بیاریم، وقتگیر و هزینه برداره. میگم خب از اون استان 100,000 نفر رو انتخاب کن، در بین اون 100,000 نفر ببین چند نفر دارای گروه خونی و اوی مثبته، بعداً یه نسبت به دست بیار. این نسبتی که اینجا به دست میاریم این رو دیگه با نماد پیوار نشون میدن. یا همون کلاسی که به من گفته شد برای نمره 15 و 15 به بالا یک نسبت به دست بیار، میگم والا تعداد دانشجوهای اون کلاس 100 نفر بودن، اما الان من به 100 نفر دسترسی ندارم. میگم خب اشکال نیست، هر چند نفر رو میتونی انتخاب کن، در بین همون چند نفر ببین نمره 15 و 15 به بالا چنده. ولی اینجا دیگه الان نسبت به دست بیاری حق نداری با نماد پی نشون بدی، باید با نماد پیوار نشون بدی. تا اینجا توضیح دادم تا فرق بین پی و پیوار مشخص بشه. الان به ما میگن فاصله اطمینان پی به این فرمه: پیوار به اضافه منهای زد آلفا دوم در رادیکال پیوار کیووار بر روی n. این کیووار همون یک منهای پیوارا، این پیوار کیووار بر روی n. دانشجویان عزیز این کسر کلا داخل رادیکال قرار داره. اگر بد نوشته شده اون کسره کلا داخل رادیکال قرار داره. خب اما در این زمینه یه سوال حل میکنیم.
اونجایی هم که گفته به اضافه منها که میدونید، یعنی یه بار باید با منها حل کرد که میشه سمت چپ فاصله اطمینان، یه بارم با به اضافه حل کن میشه سمت راست فاصله اطمینان. یه سوال در این زمینه حل میشه. گفته در یک نمونه 200 تایی مشاهده شد که 114 نفر به شخص خاصی رأی موافق دادند. یک فاصله اطمینان 96% برای نسبت موافقها بیابید. خب اینجا تو فرمول فاصله اطمینان پی که دیدید پیوار نقش داره، پس اولین کاری که انجام میدم میام پیوار به دست میارم. اینجا 200 نفر رو انتخاب کرده، 114 تاشون به شخص خاصی رأی موافق دادن. 114 رو تقسیم بر 200 کنم که میشه 57 صدم. این میشه نسبت موافق ها. حالا چون تو فرمول فاصله اطمینان پی کیووار هم نقش داره، کیووار میشه 1 منهای همین 57 صدم که میشه 43 صدم. خب الان بایستی بریم به دنبال زد اندیس آلفا دوم. پس این جایی که گفته فاصله اطمینان 96%، 1 منهای آلفا رو میگیرم 96%، این آلفا میشه 1 منهای 96 صدم که میشه 4 صدم. بعد مگه آلفا دوم نمیخوایم؟ آلفا دوم میشه 2 صدم. الان که آلفا دوم ما مشخص شد، زد آلفا دوم یعنی زد 2 صدم به ما میدن 2.5 صدم. حالا که اینها را داریم میایم قشنگ تو اون فرمول فاصله اطمینان پی قرار میدیم. میگیم پیوار 57 صدم به اضافه منهای زد آلفا دوم 2.5 صدم در رادیکال. خب اینم که پیوار بود 57 صدم ضرب در کیووار اینجا داری تقسیم بر n که n مونم 200. اینو یه بار با منها حل بکنیم میاد 498,000. یه بارم با به اضافه حل بکنیم میاد 642,000. اگه مثل ترم قبل سوالات امتحانی پایان ترم در دست خود اساتید مراکز یا اساتیدی که درس میدن بود، من میگم دیگه تا اینجا مثلا برام حل کنید، احتیاج نیست جمع تفریق ها به دست بیارید، این فاصله برام به دست بیاد. یعنی فقط کافیه که این اعداد رو در اینجا جایگذاری کنید. خب همونطوری که در مبحث میانگین، برآورد میانگین ما تعیین حجم نمونه داشتیم، در مبحث نسبت ها هم تعیین حجم نمونه داریم. یعنی میگن آقا نسبت این صفت رو در جامعه طوری برام برآورد کن که دیگه مقدار خطای حدی ای واحد باشه به اندازه 90 مثلا به اندازه آلفا درصد 95%. خب میگن که به هر حال همونطوری که شما مثلا میخواستی نسبت دارندگان گروه خونی و اوی مثبت رو در استانی برآورد کنی، تو که نرفتی مقدار واقعیشو به دست بیاری، که یه نمونه گرفتی به کمک اون نمونه نسبت به دست آوردی دیگه، که بعدن این نسبت رو به جای اون نسبت جامعه جایگزین کردی. خب این که خودش خطا هست. میگن آقا لااقل این عمل را طوری برآورد کن که خداوکیلی دیگه مقدار خطایمان به اندازی مثلا 5% باشه و بایستی مثلا 95% هم قول بدی که بین این مقدار به دست آمده تو و اون مقدار واقعی دیگه حد اکثر مثلا 5% فرقه. خب در این جور جا اون اندازه نمونه لازم چقدره؟ یعنی من از اون جامعه یک نمونه چندتایی بردارم که بعداً اومدم نسبت دارندگان گروه خونی و اوی مثبت را به دست آوردم، فرقش با اون نسبت واقعی بیش از دیگه مثلا 4% نباشه، بیش از 6% نباشه. خب فقط نمیدونم حجم نمونه لازم را چقدر باید بردارم، یعنی از اون استان چند نفر رو انتخاب کنم. این که از اون استان چند نفر رو انتخاب کنی، این فرمول بهت میگه اگر میخوای نسبت جامعه ای را با حد اکثر خطای ای واحد برآورد کنی و 1 منهای آلفا درصد هم میخوای مطمئن بشی، باید انت از این رابطه به دست بیاد. خب این خطای حدی که مشخصه،
زد آلفا دوم که بالاخره مشخصه. این پی کیو دیگه چیه؟ این پی مگه نسبت اون صفت در جامعه نبود؟ میگم آره. خب یعنی تو این فرمول به جاش میخوای قرار بدی؟ میگم آره. خب میگه آقای یعقوب زاده پس چرا میگی من میخوام اون نسبت را برآورد کنم وقتی خودش مشخصه؟ دیگه چرا میخوای اون نسبت را برآورد کنی؟ نه، این نسبت مثلا دارندگان گروه خونی اوی مثبت هست در 5 سال پیش، در صورتی که الان به من این دستور رو دادن، میگن آقا تو سال 98 یا 99 هم ما میخوایم بدونیم که نسبت دارندگان گروه خونی اوی مثبت چند درصده. یه نفر 4 سال پیش این کار کرده. خب وقتی ما میخوایم n را به دست بیاریم، به جای z که مقدار مشخص قرار میدیم، به جای ای هم که مقدار مشخص قرار میدیم، میگیم آقا اگر کسی چند سال قبل این نسبت را به دست آورد اونم به من بده، میخوام در این فرمول بذارم. اگر نبود چه کار میکنیم؟ حالا فعلا اگر بود رو حل کنیم، یک کاری بعدا سر اگر نبود میاد. الان برای اینکه این مسئله رو بهتر توضیح بدم یه سوال دربارش حل میکنم، بعدا میام این تیکه رو میگم. خب این سوال گفته مطالعه‌ای به منظور تعیین سبک تصمیم گیری مشارکتی مدیران در دست برنامه‌ریزی است. تحقیقات نشان داده که این نسبت در حدود 60% است. تحقیقات نشان داده است، مال مثلا چند سال پیشه. اندازه نمونه لازم برای برآورد این نسبت با خطای حدی 4% و با اطمینان 99% چقدر است؟ خب چون در فرمول اینی که الان دیدید زد اندیس آلفا دوم وجود داره، پس اول میایم میگیم چون اون کجا صحبت از اطمینان کرده، اینجا اطمینان 99%. یک منهای آلفا رو مساوی 99% میذاریم. آلفا میشه یک منهای 99% یعنی 1 صدم. طبیعیه آلفا دوم میشه 1 صدم تقسیم بر 2 یعنی 5000. زد 5000 هم این زد اندیس آلفا دوم دیگه. زد 5000 هم که به ما دادن 2/575. خب بعد ما در فرمول ای داریم، میگم اینم ای 4%. یه پی هم توش هست، اینا به جای پی میذاریم 6 دهم یا 60%. اینا رو میاریم اینجا قرار میدیم. نگاه کن n مساوی با 2/575 به توان 2، به جای پی گذاشتم 6 دهم. این کیو همون یک منهای پی دیگه، یعنی یک منهای 6 دهم مساوی است با 4 دهم. به جای ای هم میذارم 4 صدم که این مقدار با ماشین حساب به دست میاد 995. حالا بیایم دوباره درباره این فرمول توضیح بدم. میگم خب اومدیم و من دارم n لازمه را به دست میارم، کسی هم قبل از من این کار نکرده بود. حالا به جای پی چی قرار بدم؟ به جای پی حالا چی قرار بدم؟ میگن آها اگه در صورت مسئله پی داده نشده توسط طراح یا پی مجهول بود، بیاید به جای پی 1/2 بذارید. اینجا گفتم بیاید به جای پی 1/2 بذارید. به جای پی وقتی بذارم 1/2، این کیو هم میشه همون یک منهای 1/2 دیگه، اینم 1/2 که بعد این دور در دور نزدیک در نزدیک میشه، ساده میشه زد آلفا دوم به توان 2 بر روی 4e2. در رشته ریاضی ثابت میشه که چرا باید پی 1/2 باشه. برای غیر رشته ریاضی میگن شما از این قانون استفاده کنید. خب پس چی شد؟ کل مطلب این شد وقتی در مبحث برآورد نسبت ها n لازمه را میخوای به دست بیاری، اگر p در صورت مسئله داده شد از این رابطه، اگر p در صورت مسئله داده نشد از این رابطه باید به دست بیار. اما وقتی که در صورت مسئله p نمیدن، طراح وظیفه داره بگه حداقل n لازم چقدر است. حالا کلمه حداقل را می آورد اشکال نداره، ولی از لحاظ ریاضی اشتباهی دیگه، از لحاظ ریاضی اشتباهی. ما کار خودمون رو انجام میدیم تو امتحان پایان ترم یا میان ترم. اگه طراح پی داد این فرمول، اگه طراح پی نداد
این فرمول دیگه. حالا دیگه کاری به کار این نداریم از کلمه حداقل استفاده کرده یا نه. خب اما در ارتباط با این حالت هم که پی داده شده نیست یه سوال حل کنم. این سوال میگه حداقل اندازه نمونه لازم، یعنی کم حداقل اندازه نمونه لازم برای برآورد نسبت افرادی که در انتخابات آینده شرکت می‌کنند با خطای حدی 2 و ضریب اطمینان 95% چقدر است؟ خب می‌بینی که اصلا اینجا خبری از پی نیست. فوراً ما میایم سراغ این فرمول. اینجا ای که گفته 2 چون ضد اندیس آلفا دوم رو باید داشته باشیم، پس مجبورم بگم این 95 صدم مساوی است با 1 منهای آلفا. این آلفا میشه 1 منهای 95 صدم که میشه 5 صدم. آلفا دوم میشه 25000. ضد اندیس 25000 هم 1.96 صدم. این 1.96 صدم رو میام به جای این میذارم، به توان 2 میرسه. 4 تا به جای ای هم میذارم 2 صدم، به توان 2 میرسه، میشه 2500. اما در ادامه مباحث برآورد فاصله‌ای میریم رو مبحث برآورد فاصله‌ای واریانس جامعه نرمال که با نماد سیگما 2 نشون داده میشه. فرمول فاصله اطمینان سیگما 2 یه فرمول راحت، چون میخوام که حفظ می‌کنیم به خاطر همون میگم راحت. خب این فرمول صورت هر دو کسر n منهای 1 اسلوی مخرج ما که قبلا در مبحث فاصله ما که قبلا با خیدو آشنا شدیم. این مخرج این کسر خیدوی آلفا دوم و n منهای 1، مخرج این کسر خیدوی این آلفا دوم نیست، اینو بعدا بذارید 1 منهای آلفا دوم و n منهای 1. این آلفا دوم نیست، اینو بذارید 1 منهای آلفا دوم. خوشبختانه براتون سوال عددی حل کردم، اونجا گفتم 1 منهای آلفا دوم. خب این فاصله اطمینان برای سیگما 2. اگه از ما فاصله اطمینان برای سیگما رو بخوان، سیگما به توان 1 که اسمش انحراف معیاره، کافی که از اینایی که حاصلش رو به صورت عددی به دست آوردیم جذر بگیریم. در ادامه الان درباره چند تا سوال حل میکنم، قشنگ یاد میگیریم. این سوال گفته بر اساس نمونه تصادفی بیستایی از توزیع نرمال میانگین x یعنی x بار 32.8 و انحراف معیار s مساوی 4.51 به دست آمده است. یک فاصله اطمینان 95% برای سیگما به دست آورید. سیگما 2 نگفتا، سیگما، برای سیگما به دست آورید. خب ما اول میایم، چون اینجا گفته فاصله اطمینان 95%، میایم 1 منهای آلفا رو مساوی با 95% قرار میدیم. آلفا میشه 1 منهای 95 صدم که میشه 5 صدم. آلفا دوم میشه 25000. بعد دانشجویان عزیز و گرامی، همونجوری که در فرمول میبینید مخرج کسر اول خیدوی آلفا دوم و n منهای 1 میخوایم. خیدوی آلفا دوم و n منهای 1 مساوی است با خیدوی آلفا دوم، مگه الان 25000 میومد، این 25000 و n منهای 1 مگه n 20 نیست؟ خب n منهای 1 میشه 19 دیگه. این خیدو توسط طراح به ما داده میشه. بعد مخرج کسر دوم خیدوی 1 منهای آلفا دوم و n منهای 1 رو میخوایم که به شما گفتم در حل مسائل عددی خوشبختانه این رو درست نوشتم، اونجا 1 منها یادم رفت. خب 1 منهای آلفا دوم و n منهای 1. الان دقت کنید 1 منهای این زیر نوشتم 1 منهای آلفا دوم بوده 25000 نیست، با 1 منهای 25000 میشه 975000. پس 1 منهای آلفا دوم اینجا میشه 975000 و n منهای 1 که همون 19. خب اینم توسط طراح داده میشه، ولی ممکنه که طراح 2 تا خیدو اونجا بهت نده، 4 تا خیدو بده. در صورتی که ما 2 تا خیدو نیاز داریم. خب یه مقدار بعدن اگه اینا رو یاد نگیریم کار برامون سخت میشه. خب الان میایم خود فاصله اطمینان رو به دست میاریم. صورت بود n منهای 1 که میشه 19 ضرب در s به توان 2. اینجا s رو به ما داده بود 4.51 دیگه. خب طبیعیه این به توان 2 میرسونیم. عین همین عبارت برای صورت اون یکی کسر
منتها مخرج کسر اول اینه، مخرج کسر دومم اینه. خیلی راحت با ماشین حساب به دست آورده شد. این الان فاصله اطمینان برای سیگما 2. شاید دانشجویی بگه آقای یعقوب زاده اینجا هم برای جایگذاری کنیم یا نه؟ به دست نه دیگه، اینی که باید به دست بیارید که اولا که این طولانی است، دومندش مگه شما نمیخواید فاصله اطمینان رو برای سیگما به دست بیارید؟ خب اگه اینا رو به دست نیارید پس از چی میخواید جذر بگیرید؟ الان این فاصله اطمینان برای سیگما 2. برای اینکه فاصله اطمینان برای سیگما بشه از این جذر میگیرم این میشه، از اینم جذر میگیرم این میشه. اما در ارتباط با همین فاصله اطمینان سیگما 2 یه سوال دیگه گفته بر اساس داده های زیر فاصله اطمینان 95% سیگما 2 را بیابید. البته اینجوری کمتر میاد که داده های خام بدن. خب حالا ما کار نداریم، فاصله اطمینان سیگما 2 رو گفته بیاب. خب این که اینجا گفته 95%، و خیلی راحت همین حالا ما یک منهای آلفا رو 95% گذاشتیم. 95% آلفا میشه یک منهای 95 صدم میشه 5 صدم، آلفا دوم میشه 25000. مخرج کسر اول مگه خیدوی آلفا دوم ان منهای یک نیست؟ این آلفا دوم 25000، چون نمونه 5 تایی ان منهای یک میشه 4. نمونه آقای یعقوب زاده کجا 5 تاییه؟ اینا دیگه گفته بر اساس داده های زیر. 5 تا داده داریم دیگه اینجا، چون اینجا 5 تا داده داریم یعنی نمونه 5 تاییه، پس ان منهای یک میشه 4. خب اینجا الان خیدوی 25004 رو میخوایم که به ما میدن 11 و 14 صدم. بعد مخرج کسر دوم خیدوی یک منهای آلفا دوم یعنی یک منهای 25000 و 4. یک منهای 25000 که میشه 975000، اینم 4. اینم به ما میدن. حالا اما مونده صورت. مگه صورت n منهای یک S2 نیست؟ خب معمولا سوالات رایج اینه که S حالا یا S2 رو به ما میده، ما بعدا ضرب در n منهای یک میکنیم. بالاخره آیا صورت این دو کسر اسمشون n منهای یک S2 هست یا نه؟ میگم آره. چجوری به دست بیاریم؟ فرمول S2 که به ما در صفحه آخر سوالات داده میشه یا به هر حال پیش خودمونه اینجوریه. تو این فرمول اگه دقت کنید چشمون به x بار خورده، پس میام برای این 5 تا داده میانگین به دست بیارم که دیگه خب نحوه میانگین گیری هم میدونید با هم جمع تقسیم بر تعداد که میاد 14. بعد اگه دقت کنی اینجا نوشته شده xi منهای x بار به توان 2، یعنی تک تک داده ها رو منهای میانگین کن به توان 2 برسون. تک تک این داده ها منهای میانگینش که 14 هستش میشه به توان 2 میرسه. 12 منهای 14 میشه منهای 2 بعد به توان 2 میرسه. 18 منهای 14 4 بعد به توان 2. 9 منهای 14 میشه منهای 5 بعد به توان 2. 15 منهای 14 میشه 1 که به توان 2 میرسه. 16 منهای 14 میشه 2 بعد به توان 2 میرسه. اومدم توان دوم این اعداد رو اینجا نوشتم. خب الان چی کار کنم؟ میگه همونجوری که داری میبینی پشت پرانتز به توان 2 مگه سیگما نیست؟ یعنی اگه توان دوم ها رو به دست آوردی با هم جمع کن. اینا رو با هم جمع کنیم میشه 50. 50 رو بعدا تقسیم بر 4 منهای 1 5 منهای 1 کنم میشه S2. میگم خب دیگه چرا میخوای این کارو کنی؟ مگه صورت اون کسر n منهای 1 S2 مگه نیست مگه؟ الان اگه بیای تو این رابطه یه طرف این وسطین کنیم n منهای 1 در S2 ضرب میشه n منهای 1 S2 مساوی است با سیگمای xi منهای x بار به توان 2. یعنی آقا همین اعدادی رو که الان داری با هم جمع میکنی که میگی جمعشون شده 50، این اعداد که جمعشون 50 همون n منهای 1 S2. اینا دیگه اینا n منهای 1 S2 n منهای 1 در S2 ضرب کنی طرف وسطین میشه 1 در سیگمای xi منهای x بار به توان 2. میشه n منهای 1 S2 مساوی است با سیگمای xi منهای x بار به توان 2. خب ما هم که xi منهای x بار به توان 2 ها را که داریم که
سیگما یعنی جمعش دیگه، جمع کنین اونا، جمع کنی میشه 50. پس بنابراین فاصله اطمینانی که میخوای به دست بیاری هر دو کسر صورتشون 50 است. این مخرج کسر اوله، اینم مخرج کسر دوم که بعد به این فرم به دست میاد. اما حالا در ارتباط باز با استو یه سوال دیگه حل میکنم. گفته فرض کنید بر اساس نمونه 19 تایی از جامعه نرمال فاصله اطمینان 95% سیگما به صورت این به دست آمده است. فاصله اطمینان 95% سیگما این به دست آمده است. انحراف معیار نمونه را به دست آورید. خب اینجا وقتی که ما که خیلی خوب میدونیم فاصله اطمینان سیگما 2 اینه، فاصله اطمینان سیگما 2. بعد از یه طرف فاصله اطمینان سیگما را به ما داد 3.28 و 6.32. یعنی چی؟ یعنی سیگما بین این دو عدد قرار داره. چون ما فاصله اطمینان سیگما 2 را داریم، میایم هر سه طرف را به توان 2 برسونیم. این به توان 2 میرسه میشه 10.76، این به توان 2 میرسه میشه سیگما، این هم به توان 2 میرسه میشه 39.94. میدونی چرا این کار کرد؟ میگه خب اینجا الان سمت چپ اینه، اینجا سمت چپ اینه، میاد 10.76 رو مساوی با این در نظر میگیره. بگیری که چی بشه؟ میگم شما بگیر، شما مساوی با اون در نظر بگیر، مگه هدفت به دست آوردن اس نیست؟ خب چون میخواد این 10.76 مساوی با این قرار بده، NMN هایی که مشخصه، اس که باید معلوم کنه. خب اینم باید معلوم باشه دیگه، اونی که تا میخواد به دست بیاره اینم مشخصه دیگه، چون گفته 95%. پس میام یک منهای آلفا رو مساوی 95 میذارم. آلفا میشه 5 چون یک منهای 95 میشه 5 آلفا دوم میشه 25000. خب الان شما میخوای از این سمت استفاده کنی دیگه. مخرج این هست خیدوی آلفا دوم و n منهای 1، یعنی خیدوی 25018، چون n گفته بود 19، n منهای 1 میشه 18. خب این عددشو به ما دادن 32.53. پس من الان میام به جای n میذارم 19، به جای این عدد میذارم 32.53، این رو مساوی با 10.76 میذارم. ببین چه اتفاقی میفته که همین کار میکنم. اونجا n مگه گزده نبود، n منهای 1 میشه 18 تا s2 بر روی 32.53 رو که الان گفتم چیه، مساوی با 10.76 قرار میدم که خیلی راحت از اینجا S2 به دست میاد. این ضرب در این میشه تقسیم بر 18، S2 میشه 19.446 که بعد جذر میگیرم، اون وقت S میشه مساوی با 41. خب تا اینجا رو مجبورم فایل رو ببندم، بعد فایل دوم رو شروع کنم.